سلام، من سعیده هستم. به کانال من خوش اومدید. قبل از هر چیزی میخواستم ازتون تشکر کنم برای 1000 نفری که دارید منو فالو میکنید. خیلی ممنونم، قدر شما رو میدونم و سعی میکنم هر بار مطالب بهتری رو براتون با کیفیت بیشتر بذارم تا شما هم بتونید استفاده کنید. حالا اگر چیز خاصی مد نظرتونه حتما به من بگید توی کامنت ها، من رو اون موضوع کار کنم. حتی اگه سوالای حالا نه تخصصی در مورد مسائل دیگه هم هستش بگید، اگر کمک میتونستم کنم جوابتون رو میدم. توی ویدیوهای قبلی یاد داده بودم چطور عکس افراد رو به کاراکتر کارتونی تبدیل کنیم با دست دادن به اجزای صورت، جابجا کردن تناسب و این حرفا. نکته اینه که وقتی ما طراحی یاد میگیریم که صورت رو به همون طوری که هست بکشیم، حالا نه رو خیلی واقع گرایانه ولی خب حالا همون قدری که میتونیم، ما یه قوانین یاد میگیریم. قوانینی که یاد میگیریم چیه؟ که مثلا اندازه فاصله بین دو تا چشم اندازه یه چشم خودش، یا اینکه حالا بینی یه مقداری پایین تر از، یعنی خیلی طولانی تر و خیلی کوتاه‌تر نمیتونه باشه، یه استانداردی داره صورت آدما، حداقل به صورت میانگین. نکته اینه که ما وقتی اینا رو یاد میگیریم، شکوندن این قوانین خیلی برامون سخته که بخوایم کاراکتر جدید خلق کنیم. ما برای ایجاد کاراکتر جدید باید این قوانین رو بشکنیم. برای همین میایم از یه در دیگه وارد میشیم. برای شکوندن قوانین میایم به ناخودآگاهمون رو گول میزنیم. الان این روشی که من بهتون میگم به نظرم کمکتون بکنه که کاراکترهای خلاقانه تولید کنین که حالت عادی به ذهنتون نمیرسه و نمیتونید ایجادش کنید. از روی عکس طراحی میکنیم، اما اصلا قصدمون شبیه کردنش به عکس نیست. عکس رو فقط به عنوان رفرنس استفاده میکنیم، به عنوان منبع استفاده میکنیم تا کاراکتری که میخوایم ما خلق کنیم، اما قصدمون نیست شبیه بهش باشه. توی آموزش قبلی که حالا اگر میخواید ویدیوشو اینجا میذارم هر کسی خواست ببینه، توی اونجا آره قصدمون این بود که تقریبا شبیهش بشه اما به صورت کارتونی. اما الان واقعا چنین نیتی نداریم، فقط میخوایم تا جایی که میتونیم کاراکترهای خلاقانه ایجاد کنیم. بریم که داشته باشیم. اول از همه عکس اولمون رو تقسیم میکنیم. مثلا یه خط از چشم، بینی، لب اینا میکشیم، همینطور از بالا به پایین هم تا اجزای صورت رو تقسیم بندی کنیم. بعد این جدولی که درست کردیم رو دقت میکنیم، میبینیم که خب چند تا خط عمودی و چند تا خط افقی براش گذاشتیم. ما باید این جدول رو دوباره تکرار کنیم بدون عکس، اما این سری با نسبت‌های دلخواه. یعنی ما یه جدول حالا 5x3 ایجاد میکنیم، اما 5 خط در 3 خط، اما به چه صورت؟ هر جوری که دلمون میخواد این خطوط رو میکشیم، نزدیک و دورش نسبتش رو همینجوری رندوم میکشیم و خیلی هم به این فکر نمی کنیم که الان اینطوری بکشم چش کجا میفته، بینی کجا میفته. فقط خط خطی بکنید بکشید، جدول تمام شه بره. این خطا میتونن صاف باشن یا میتونن حتی کج و معوج و مورب باشن یا کلا کج و کله باشن، هر جور که دوست دارید. بعد همونطور که توی جدول معلومه، نقطه برخورد این خطوط رو میایم پیدا کنیم ببینیم کجا بودش. مثلا میگیم خط دوم افقی برخوردش با این خطوط عمودی جای نقطه چشمه، درسته؟ وسط چشمه. این نقطه ها رو مشخص میکنیم. بینی کجا قراره بیفته، لب کجا قراره بیفته. اینا با توجه به جدول اولی مقایسه میکنیم و جاشون رو پیدا میکنیم. دقت کنید اون مستطیل اولی که کشیدیم و جدول بندیش کردیم میتونید به هر صورتی میخواید بکشید. مستطیل میتونه افقی بشه، عمودی بشه، مربع باشه، حتی زوزنقش میتونید بکنید. اینا میتونید هر جور دلتون بخواید تغییر بدید تا کاراکترهای متنوع تری درست کنید. خب حالا چندین بار این کار رو تکرار میکنیم تا بتونیم کاراکترهای جذاب و خلاقانه به دست بیاریم. هرچی بیشتر انجام بدید یه ذره این سفت و سخت بودنتون نسبت به اینکه کاراکتر رو شبیه اولش بکشین شکسته میشه، کاراکترتون خلاقانه تر میشه. نگاه کنید، ما گفتیم قصدمون شبیه بودن نیستش. میتونید به جای اینکه حالا چشما رو دقیقا شکل چشم بکشین، چشمای نقطه‌ای بذارید یا بینی رو مثلا یه خط بذارید. هر جور دل به نظرتون درسته میتونید انجام بدید. ما اینجا داریم در مورد جاگذاری اجزا تصمیم میگیریم. تو استایل‌های مختلف میتونید از این روش استفاده کنید.
این یه بازی سرگرم کننده و تمرین خیلی خوبیه که میتونه کمکمون کنه کاراکترهایی رو خلق کنیم که حالت عادی جرأت شکوندن قوانین برای خلقشون رو نداریم. یعنی ما جرأت نداریم وقتی داریم نقاشی میکنیم چشما رو با این فاصله بکشیم، فکر میکنیم نه اصلا فکر خوبی نیست، جلوی خودمون رو میگیریم. اما این روش کمک میکنه تا ما یکم شجاع بشیم توی نقاشی کردن که خیلی مهمه به نظرم. همین روش رو یه بار دیگه با کاراکتر خانم انجام میدم. فقط توی این حالت حواسم هست که خانوما صورتشون منحنی تره، صورتهای خیلی مستطیلی و یا خیلی گوشه دار صورتهای مردون است. برای همین با توجه به اینکه جدولم ناخودآگاه حالت مستطیل مانند یا شکل شکسته داره، من حواسم رو جمع میکنم که منحنی ایجاد بکنم تا این خانم بودنش حفظ بشه. امیدوارم که این آموزش بهتون کمک کرده باشه، تونسته باشید ازش یاد بگیرید. سوالی بود حتما توی کامنت ها بگید. و اینکه یه پیشنهادی دارم، اگر با من همراه هستید میخوام یه کانال درست کنم برای تلگرام، شاید حالا اگه پیشنهاد بهتری دارید که همه بتونیم کارامون رو بذاریم اونجا و در مورد کارا به هم دیگه نظر بدیم. حالا منم بتونم کمکتون میکنم اگر ایرادی هست ایرادگیری کنیم، مشکل حل کنیم. فکر میکنم خوب باشه که یه گروه داشته باشیم از هنرمندا که به هم دیگه کمک کنیم. نظرتون چیه؟ اگه موافقید بگید من کانال رو درست کنم و عضو بشیم. ممنون از نگاهتون. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره که به کانال من خیلی کمک میکنه. خداحافظ.